یک چهره معصوم، یک لبخند فریبنده و یک نقشه از قبل تعیین شده. با من همراه باشید تا ببینیم چطور بزرگترین کلاهبردارهای تاریخ همه رو فریب دادن. قبل از اینکه ویدیو رو ببینیم ازتون میخوام با لایک و سابسکرایب به پیشرفت این کانال انگیزه بدید. شماره 10. ویکتور لاستیک کلاهبرداری خودش رو از فروختن چند تا دستگاه چاپ اسکناس شروع کرد. دستگاه‌هایی که فقط به اندازه 12 ساعت جوهر داشتن و بعدش دیگه کار نمی‌کردن. اما این تازه آغاز راه بود. ویکتور که دید توی این کار استعداد خوبی داره، با خودش گفت چقدر خوب میشد اگه من بتونم برج ایفل رو بفروشم. برج ایفل در اون زمان در حال بازسازی بود. ویکتور هم از این موقعیت استفاده کرد و 6 تا تاجر آهن رو دعوت کرد و خودش رو در نقش یک مقام دولتی جا زد و گفت دولت قصد تخریب برج رو داره و اگر خریدار آهن‌هاش هستید پیشنهاداتتون رو بدید. آندره پوسان که یکی از این تاجرها بود، برای قطعی شدن قراردادش یک رشوه خیلی سنگین به ویکتور داد. ویکتور هم پولها رو برداشت و فرار کرد. اما داستان اینجا تموم نشد. اون تاجر از طرز آبروش موضوع رو با پلیس در میون نذاشت و هیچی نگفت. ویکتور هم که دید خبری نشده، مجدد به پاریس برگشت و یک بار دیگه هم برج ایفل رو فروخت و فرار کرد. شماره 9. چطوری امانوئل نود تونست بابت ساخت یک فرودگاه خیالی 250 میلیون دلار از سرمایه گذارها پول جمع کنه؟ امانوئل که مدیر یکی از بانک‌های معروف نیجریه بود، تصمیم گرفت با یک نقشه حساب شده خودش رو رئیس یک بانک در برزیل معرفی کنه و یک مدیر بانک دیگر رو قانع کرد تا برای ساخت یک فرودگاه در پایتخت نیجریه سرمایه گذاری کنه. و از اونجایی که خودش داخل سیستم بانکی نیجریه نفوذ داشت، مدارک مراحل ساخت فرودگاه فرضی رو مرتباً برای بانک برزیلی ارسال میکرد. این کلاهبرداری تا زمانی ادامه پیدا کرد که یک بانک اسپانیایی قصد خرید بانک برزیلی رو داشت و متوجه این مبلغ سرسام‌آور شد. بعد از تحقیقات گسترده مشخص شد که امانوئل در مدت 3 سال 250 میلیون دلار پول گرفته بود، در حالی که هیچ فرودگاهی وجود نداشت. شماره 8. در پشت دیوارهای یک زندان قدیمی ذهنی در حال کار کردن روی یک نقشه بزرگ بود. نقشه‌ای که اگر موفق میشد میتونست آلوستوس ریس رو به فردی قدرتمند در پرتغال تبدیل کنه. ریس به محض اینکه از زندان آزاد شد دست به کار شد و یک قرارداد بانکی جعلی درست کرد و با رئیس یک شرکت چاپ اسکناس در لندن تماس گرفت. ریس خودش رو نماینده رسمی بانک پرتغالی معرفی کرد. در نگاه اول این درخواست دیوانه‌وار به نظر می رسید، اما ریس اسناد جعلی در اختیار داشت که مهر و امضای رسمی داشتند. شرکت انگلیسی بدون هیچ بررسی بیشتری درخواست ریس رو قبول کرد و به شکلی باور نکردنی معادل 1 میلیون دلار پول تقلبی رو به ریس تحویل داد. اما یک اشتباه مرگبار باعث شد تمام نقشه های ریس لو بره. ریس اسکناس هاش رو به شکل موازی با سیستم بانکی پرتغال سفارش داده بود که باعث شده بود سریال پول های ریس با پول هایی که در بانک پرتغالی چاپ شده بود یکی بشه و بعد از مدتی تحقیقات پلیس ریس محکوم به 20 سال حبس شد. شماره 7. آیا تا حالا نام کشور پویاس رو شنیدید؟ اگر نشنیدید کاملا طبیعیه، چون اصلا چنین کشوری وجود نداره. در سال 1820 مردی به نام کروگر موفق شد عده زیادی رو متقاعد کنه که پویاس یک کشور واقعیه. اما این کلاهبردار بزرگ با چه ترفندی این کارو کرد؟ کروگر مهارت شگفت‌انگیزی توی دروغگویی داشت. اون اول ادعا کرد که شاهزاده سرزمینی به نام پویاس هست، کشوری در نزدیکی هندوراس با وسعت 8 میلیون هکتار. اما کروگر به این دروغ‌ها اکتفا نکرد. تبلیغات و آگهی‌های این کشور خیالی رو توی روزنامه‌ها چاپ کرد. مصاحبه‌های زیادی انجام داد و از شکوه و عظمت پویاس صحبت کرد. سرودهای مخصوص پویاس رو ساخت و در سطح شهر پخش کرد و حتی یک کتاب 400 صفحه‌ای در مورد اقتصاد و فرهنگ پویاس منتشر کرد. تبلیغات پویاس اینقدر قانع کننده بود که عده زیادی برای خرید زمین در پویاس صف کشیده بودند. مردم سندهای زمین‌های پویاس رو که در مجموع 200,000 پوند
که معادل میلیون ها دلار امروزی بود رو از کروگر خریدن و از زمانی که متوجه شدن که همچین مکانی اصلا وجود نداره دیگه دیر شده بود، چون دیگه اثری از کروگر نبود. شماره 6. سهام یک شرکت از چند سنت به 280 دلار رسید. همچین چیزی چطور ممکن بود؟ در اواخر دهه 1930 یک زمینشناس به نام جان فلرهوف رئیس کمپانی پریکس رو متقاعد کرد که در نزدیکی رودخانه بوسان در اندونزی زمینی وجود داره که سرشار از طلاست. وقتی عملیات حفاری شروع شد، مایکل گوزمان، زمینشناسی که مدیریت پروژه رو به عهده داشت، شروع به آزمایش خاک کرد اما چیزی پیدا نکرد. گوزمان میدونست که نباید دست خالی برگرده و به هر شکلی که بود باید به سرمایه گذارها ثابت میکرد که در این زمین طلا وجود داره. اینجا بود که گوزمان در ذهنش یک نقشه شوم کشید. گوزمان تصمیم گرفت ذراتی از حلقه ازدواجش رو بتراشه و در نمونه‌های آزمایشی خاک استفاده کنه و نتیجه آزمایش ها نشون داد که ذخایر عظیمی از این طلا در این زمین وجود داره. این خبر به سرعت توی رسانه‌ها پخش شد. سرمایه‌گذارها از سراسر جهان هجوم آوردن تا سهام پریکس رو بخرن. سهام از چند سنت ناچیز به 280 دلار به ازای هر سهم افزایش پیدا کرده بود. بعد از مدتی وقتی که هیچ طلایی کشف نشد، دولت اندونزی وارد ماجرا شد و شهرت شرکت به سرعت از بین رفت و بعدش سهام به سرعت سقوط کرد و هزاران سرمایه‌گذار میلیاردها دلار از دست دادن و گوزمان، فردی که نمونه‌های خاک رو دستکاری کرده بود، به طرز عجیبی ناپدید شد. گفته شد اون با هلیکوپتر سقوط کرده اما هیچ وقت جسدش پیدا نشد. شماره 5. این دو معدنچی چجوری تونستن بزرگترین بانک‌های جهان و همچنین کمپانی معروف تیفانی رو فریب بدن؟ در سال 1871 دو معدنچی با نام‌های فیلیپ آرنولد و جان اسکل موفق شدن یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ الماس رو انجام بدن. این دو معدنچی با یک کیسه پر از الماس‌های خام به یک بانک در سان فرانسیسکو رفتن. اونها به شکل خیلی حرفه‌ای الماس‌های تقلبی رو به شکل الماس‌های واقعی درآورده بودن و ادعا می‌کردن که یک میدون الماس بزرگ کشف کردن. و جالبتر از این که اونها حتی تونستن کمپانی معروف تیفانی رو فریب بدن و الماس‌هاشون رو به اونها هم بفروشن. اما آرنولد و اسکل میدونستن که به زودی دستشون رو میشه. اونها تصمیم گرفتن با آخرین کلاهبرداری خودشون به این داستان پایان بدن. اونها معدن خیالی الماسشون رو به راسون، رئیس بانک سان فرانسیسکو، به مبلغ 600,000 دلار معادل 8 میلیون دلار پول امروزی فروختن و برای همیشه ناپدید شدن. شماره 4. یک مرد، یک امپراتوری عظیم و یک دروغ بزرگ که زندگی هزاران نفر رو به نابودی کشوند. داستان آیور کروگر، مردی که به نظر می رسید همه چیز رو در دست داره. کروگر ابتدا یک تاجر موفق بود اما بعد به صاحب امپراتوری چوب کبریت در سوئد تبدیل شد. کروگر تا سال 1931 250 کارخانه در 43 کشور در اختیار داشت. کروگر به کشورهایی که انحصار فروش کبریت رو به اون میدادن وام‌های جذابی میداد تا اینکه پشت پرده این امپراتوری پوشالی مشخص شد. پس از مرگ کروگر مشخص شد که تمام این امپراتوری بر اساس دروغ و جهل ساخته شده بود. اون اوراق جعلی رو به ارزش 142 میلیون دلار منتشر کرده بود. این مبلغ حتی بیشتر از بدهی ملی سوئد بود. اما نتیجه این کلاهبرداری سقوط سهام و افزایش نرخ خودکشی توی سوئد شد و به شکلی فروپاشی اقتصادی رخ داد که نخست وزیر سوئد مجبور به استعفا شد. این کلاهبرداری به قدری عظیم بود که نامش به سقوط کروگر معروف شد. شماره 3. آیا نام شما دریک هست؟ پس شما قربانی بعدی هستید. سال 1919 بود که اسکار هارتزل، مردی با چهره معصوم اما ذهنی شیطانی، به دنبال نامی میگشت. دریک. شما بستگان سان فرانسیس دریک، دریانورد افسانه‌ای بریتانیا هستید. میلیون ها دلار املاک اون در انگلستان منتظر شماست. اما یک شرط داره. 500% سود در ازای سرمایه گذاری کوچیک به بهانه پیروزی در دادگاه بریتانیا و پس گرفتن زمین های دریک.
داستان به شکلی فراگیر شد که حتی کسایی که نامشون دریک نبود پولهاشون رو از سر طمع به اون سپردن. هارسل یک شبکه بزرگ فروشنده‌ها رو استخدام کرد تا این کلاهبرداری رو به ایالت‌های دیگه هم نشر بده. فروشنده‌ها با چمدان‌های پر از سندهای جعلی به شهرهای مختلف می‌رفتن و از مردم بابت ارثی که در انتظارشون هست اخاذی می‌کردن. اما واقعیت این بود که هر سرمایه‌گذار پولش صرف زندگی اشرافی هارسل در لندن میشد. هارسل در نهایت در سال 1943 دستگیر شد. اما این پایان کار نبود. هارسل حتی با فرستادن نامه‌های رمزی از داخل زندان باز هم هزاران دلار دیگه جمع کرد. بعضی از مردم باور داشتن که اون قربانی یک توطئه هست. این کلاهبرداری ثابت کرد که طمع سریعتر از عقل آدم پیش میره. شماره 2. یک ماشین لوکس و یک وصیت دروغین و هزاران فریب خورده. در سال 1997 در کلیسای کوچیکی توی آمریکا مردی به نام رابرت گومز ادعایی کرد که شبیه فیلم‌های هالیوودی بود. گومز خودش رو فرزندخوانده شخصی پولدار به نام باورز جا زد و ادعا کرد که من وارث املاک 400 میلیون دلاری پدرم هستم. پدرم وصیت کرده تا 16 ماشین لوکس رو به مؤمنان هدیه بده و شما کافیه فقط برای هزینه‌های انتقال ماشین $1000 بپردازید. این اخبار دهان به دهان چرخید که اعضای کلیسا، دوستان و حتی غریبه‌ها پولهای خودشون رو به گومز سپردن. گومز برای خریدن وقت و جمع کردن پول بیشتر نامه‌های ارسال می‌کرد با این مضمون: خودروی شما آماده است، منتظر تماس ما باشید. در نهایت گومز که 21 میلیون دلار جمع کرده بود به علت مشکوک شدن تعدادی از مالباخته‌ها توسط پلیس در سال 2003 دستگیر شد و در تحقیقات مشخص شد که همه داستان حتی جان باورز هم ساختگی بوده. و اما شماره 1. نابغه یا شیاد، راز مردی که از هوا پول ساخت. سال 1920 بوستون. مردی با چشمای شیطانی به نام چارلز پونزی. اون ادعا کرد من رازی رو کشف کردم که میتونم پول شما رو در 90 روز 2 برابر کنم و این گونه بزرگترین کلاهبرداری تاریخ متولد شد. اون ادعا میکرد که کوپنهاش سود 50% میسازه و به مردم قول داد که اگر پولتون رو به من بدید در 3 ماه ثروتمند میشید. اما حقیقت این بود که پونزی هیچ کوپنی نمیخرید و فقط پولهای جدید رو به سرمایه‌گذارهای قدیمی میداد. سرمایه‌گذارهای اولیه سودهای کلان گرفتن و خبرش مثل آتش در یک انبار کاه پخش شد. پونزی در عرض 6 ماه 15 میلیون دلار معادل 220 میلیون دلار امروزی جمع کرد. اون خونه‌های لوکس خرید و خودشون نابغه مالی نامید. پونزی به سرمایه‌گذارهای جدید نیاز داشت، اما دیگه کسی نبود. در نهایت سرمایه‌گذارها برای پس گرفتن پولشون هجوم آوردن، اما دیگه پولی نبود. پونزی دستگیر شد و امپراتوریش در یک شب فرو ریخت. اون به زندان افتاد، اما طرحش جاودانه شد. هنوزم بعد از سالهای سال هر روز هزاران نفر در دام نسخه‌های مدرن این فریب می‌افتند. خب دوستان، امیدوارم که از این مستند لذت برده باشید. دفعه بعد که کسی بهتون گفت پولتون رو در 3 روز 2 برابر می‌کنم، اول از همه این مستند رو براش ارسال کنید. یادتون نره که لایک و سابسکرایب شما باعث میشه که ویدیوها کیفیت بهتری داشته باشن. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.